گاهی وقتا آدم حس میکنه از همه بدش میاد، از جمع، از حرف زدن، از کنار بقیه بودن. اما راستش این نیست. تو از آدمها بدت نمیاد، تو فقط از درون خسته ای. یه خستگی عمیق، همونی که با خواب خوب نمیشه، آروم آروم میاد و یه روز میبینی دیگه انرژی حرف زدن هم نداری. وقتی ذهنت پر میشه از فکر، نگرانی، حرفهای نگفته و دردهایی که قورت دادی، ذهن میگه بذار از همه دورش کنم تا نفس بکشه. نه چون آدم بدی هستی، نه چون آدم گریزی، نه اصلاً. فقط چون یه گوشه میخوای که توش آروم بشی. این خستگی یه دفعه نمیاد، کم کم میاد. از اینکه همیشه قوی بودی، همیشه تحمل کردی، همیشه گفتی من خوبم. از شنیدن درد بقیه، از نگه داشتن دردای خودت، از بیخوابی و استرس، از جنگیدن بیوقفه. طبیعیه که دیگه هیچ آدمی، حتی آدم خوب، واسه انرژی نذاشته باشه. ببین، این یعنی تو آدم گریز نیستی. واقعیت اینه تو از آدم‌هایی خسته شدی که انرژی تو میکشن، نه از آدم‌هایی که آرامشتن. تو هنوز هم یه مکالمه ساده رو دوست داری، یه آدم امن، ولی الان ذهنت ظرفیت نداره. اگه اینا رو داری، احتمالاً فقط خسته ای. حرف زدن سخت شده، زود خسته میشی، جواب دادن انرژی زیادی میخواد، پیام‌ها رو باز نمی‌کنی، تنهایی رو ترجیح میدی، کارهای ساده سنگین میشن، یه حس خالی بودن همیشه هست. اینها نشونه یه ذهن خسته است، نه شخصیتت. ذهن ما حدی داره. وقتی زیادی تحمل میکنی، زیادی قوی بازی میکنی، همه چی رو تو خودت نگه میداری و کسی نمیفهمه چی میگذره، ذهن میگه دیگه نمیتونم. خاموش میشن و تو میری تو حالتی که اسمش بی‌حسی احساسیه، جایی که نه خوشحالی نه ناراحتی، فقط یه خستگی سنگین. برای بهتر شدن لازم نیست زور بزنی، اجتماعی بشی. اول چند روز استراحت واقعی، نه گوشی، نه آدم‌ها، نه فشار، فقط یکم نفس. بعدش با یه نفر حرف بزن یا همه چی رو بنویس. توقعات تو از خودت کم کن. تو مجبور نیستی همیشه قوی باشی. با خودت مهربون باش و کم کم با چند قدم کوچیک زندگی برمیگرده. تو از آدم‌ها بدت نمیاد، تو فقط خسته ای و این خستگی درمان داره. به خودت فرصت بده، آروم باش، کمتر به جنگ. تو واقعاً ارزششو داری. اگه این ویدیو برات مفید بود، یه لایک کوچیک بزن، باعث میشه آدم‌های بیشتر این حرفا رو بشنون. اگه دوست داری ویدیوهای بیشتری مثل این ببینی، سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. مرسی که تا آخر همراه من بودی، واقعاً برام ارزشمنده.